pète un peu la classe quand même. Hein. راه برو قسان. هیچ حرکت ناگهانی هم نکن. نمیخوام به آسیب بزنم. سارگون به من گوش کن. حسان با من میاد. برو کنار سارگون. خودم رسیدگی میکنم. ممنونم بهرام. آناهیتا لطفاً تسلیم شد. بهرام؟ حسان آناهیتا چی رو پنهان میکنی؟ چطور جرأت کردی بهرام؟ تو شاهزاده ما رو کشتی. شرفت کجاست؟ شرف وظیفه. مگه همه ما دستمون به خون آلوده نیست؟ فرق تو با من چیه؟ من دنبال تاج و تخت نیستم و افراد بیگناه و قربانی نمی کنم. تا وقتی من زنده باشم تو هیچ وقت حکومت نمی کنی. پس که اینطور بهرام نه. آناهیتا از اینجا برو. چرا شاهزاده رو کشتی؟ حسان فقط بازیچه بود. به قضاوت من اعتماد نداری. از تو واقعا دنبال تاج و تختی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ دقیقاً کاری که خودت بهم یاد دادی. اوکی. همش تقصیر خودته سارگون. اوکی. Oula, 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 oula. Détends toi. Ok. Icon 0. ممکن نیست. این بار نه. شاهد باش. Eh Je crois qu'il y a un copyright sur cette attaque. نوبت منه. وایسا. Ça c'est de la triche. Aïké. خشمت از شمشیرات برنده تره سارگون. همیشه اولین باری وجود داره.
تلاشات بیفایده است. به هیچ عنوان نمیتونی منو متوقف کنی. من تک تک فصلها و کلمات داستان تو رو پاک میکنم. میتونم همش رو نابود کنم. خدایان منو انتخاب کردن. من شاه برحقم. بپذیرش. هنوزم میتونی نظرت عوض کنی سرگان. این کارو کردم. تو سلاحی هستی که برای خدمت به پارس پرورش یافتی. این بزرگترین افتخاره. یادت بمونه سارگون. من سارگون هستم. اومدم اینجا تا شیر سفید تخت جمشید رو به مبارزه دعوت کنم. ای سگ فلکر، از کدوم گودال خزیده بیرون؟ سلاحاتون رو پایین بیارید. سردار نید عقب بیستید. میتونه شما رو سلاخی کنه. جسدت باید به کی تحویل بدم بچه جان؟ تو ساحل عرس یا دشت یزد رهام کنید. هیچ فرقی برام نمیکنه. چی تو رو اینجا کشونده جنگجوی جوان؟ مردم میگن تو بزرگترین جنگجوی سرزمین پارس هستی. منم اینجام تا بهشون ثابت کنم اشتباه میکنن. خیلی خوب. باید اعتراف کنم که تو شجاعی سارگون. و شجاعت